إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد به حد ثنای به اعداد بر خدایی که نور ایمان داد. غافر است و رحیم و رحمان است، پاک از عیب و شرک و نقصان است. غافر است و رحیم و رحمان است، پاک از عیب و شرک و نقصان است. صلوات خدای هر ساعت بر رسولی که هست ذو طاعت. نام پاکش محمد عربی است، رهنماینده بزرگ و سبی است. السلام علیکم برادران خیلی عزیز و خیلی گرامی. همه شما را به این روز بزرگ، به این روزی خیلی اجر جزیل داشتگی تبریک و تهنیت میگویم و پیش از آنی که همراه شما دستی به دعا بردارم میخواهم یک حدیثی را برای باز هم شکوفان شدن، برای باز هم با فیض و با برکات شدن این جمعه آغاز نمایم. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم یا ایها الناس توبوا الی الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة رواه مسلم. حضرت گفتن ای جمعیت مردم، ای پیروان محمد، ای عاشقان محمد صلی الله علیه و سلم، ای پیروان قرآن، ای کسانی که دعوای ایمان داره، توبوا الی الله واستغفروه. حضرت ما را وظیفه میدهد، حضرت ما را سپارش میدهد
توبه کنید به سوی پروردگار و از آن خدایی که حیات شما ممات شما در دست اوست از او طلب مغفرت گناه کنید. استغفروه، توبه کنید، طلب مغفرت کنید. فإني أتوب في اليوم 100 مرة. با این بزرگی، با این قدر، با این منزلتی که من در پیشگاه خدا دارم، هر روز 100 بار به سوی پروردگارم توبه میکنم. هر روز 100 بار به سوی پروردگارم طلب آمرزش میکنم و از پروردگارم به سوی خدایم توبه میکنم. این سپارش است. این وظیفه هر یک کدام ما و شما بندگان خدا، عاشقان محمد صلی الله علیه و سلم می باشد. توبه به سوی خدا کنیم، طلب مغفرت گناه کنیم. الله در قرآن و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون، سوره مبارکه نور آیت 31. و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون، خداوند سپارش میدهد ای جمعیت مؤمنها توبه به سوی ذات من کنید شاید که رستگار شوید. نصفی خدا رحمتش کنه در تفسیرش میگوید هرچند انسان اگر کوشش کند، هرچند انسان اگر با عبادت هم که گردد، حتمی در سهو و در قصور روبرو می شود. و این خاطر باید که ما همیشه دادرای عزیز با توبه باشیم. خواهرها مادرایی که بعداً شاید صداهای ما را شنود، همیشه توبه کنید، همیشه طلب مغفرت به سوی خدا کنید، تا که الله توبه بنده مؤمن دوست می‌دارد. دوست می‌دارد الله که بنده توبه کند، انسان به سوی او از گناههای کرده، از حیات نادرستی گذراندگی خودش پشیمانی کند. خداوند این دوست می‌دارد. لله افرح بتوبة العبد من احدكم سقط عن بعیره وقد اضله في ارض فلات متفق علیه. حبیب خدا میگوید اگر شما در بیابان باشید دادرای عزیز، در یک بیابانی که نه درخت است، نه سایه دارد، نه آب دارد، نه طعام دارد، هیچ آبادی ندارد، تو همراه اگر بالای یک سواره چه اشتر باشد چه اسب باشد سوار باشی، تمام آن مایه زندگی که تو از طعام از آب از بالای این حیوان بار کردگی باشد. رسول الله یک تمثیل میارد، یک مثال میارد. وقتی که این حیوان شما را در همون بیابان از بالای خودش پرتافت و با تمام آن آب و آذوقه از نزد شما نابود شد، تو تنها در بیابان ماندی. یک دم تو خواب کردی، بعد خواب کردن چشم تا میکشایی که همان اشتر همراه طعام و غذا در نزد توست، چقدر خرسند میشوی. الله گفت از این دیده من در توبه بندم خرسند میشوم. از این خرسندی که تو را فرا میگیرد به خاطر نفست، به خاطر حیاتت، به خاطر یافتن این غذا، الله گفت من در توبه تو از این دیده خرسندتر میشم. برادرای عزیز و گرامی، توبه به سوی خدا کنید. کسانی که تا امروز از این درگاه محرومند، کسانی که تا امروز نعمت خدا را میخورند لکن عبادت در دیگر جای میکنند، دیر نشده است بیایید، الله شما را قبول میکند. الله شما را همچو یک بنده پاک و پاکیزش قبول میسازد اگر شما خدا را شناسید. حضرت مولوی خدا رحمت کنند میگوید به درگاه خدای پیش از اجل آی. انسان پیش از آنه که مرگ با تو روبرو می شود، تو به درگاه خدا بیا، به درگاه خدای پیش از اجل آی. گذشت عمر عزیزت در محل آی. عمر عزیزت رفته ایستاده است. فکر کن آینده کجا می روی؟ به غفلت صرفه شد عمرت مه و سال،
بیا بیدار شو از خواب امسال. عمرت رفته ای ساده است، اقلا امسال بیدار شو، اقلا امسال خدا را بشناس. خوش آمدین دادرای عزیز، شما بسیار بر وقت آمدین، بسیار خوب آمدین و این راهی که اختیار کردین پدرای عزیز، بنده های خدا، این راه را هرگز ترک نسازین، این راه را هیچ وقت برای خود بسته نگردانید، زیرا یگانه راهی که در او اصلاح است، نجات است، شرف است، همین راه شماست دادرای عزیز. یک شخص گناهگار نزد حضرت عمر آمد، دوره های خلافتش بود. گفت عمر، گفت گناهی کردم، اگر توبه کنم خدا میبخشد. حضرت عمر گفتند اگر در پیش من اقرارش کنی با این درت را میزنم، اگر قصاص واجب شده باشد تو را قتل میکنم. این مرد میگوید، گفت مادامی که اگر این گونه معامله را که تو در برابر اظهار گناهی من که میکرده باشی، پس من تو را ترک ساختم و به سوی پروردگارم رجوع میکنم و از خداوند آمرزش گناه طلب میکنم. دادرای عزیز، توبه بسیار کاری آسان است. دادرایی که تا امروز اگرچنده که 40 سال و 30 سال و 50 سال خدا را نشناختین، عرق نوشی کردین، زناکاری کردین، عمرتان بیهوده گذرانیدین، شما زمانی که دست به سوی خدا میبرداری و میگویی خدایا از گناه مانده شدم، مرا همچو یک بنده خجالت، یک بنده گناهگار قبول کن، الله قسم به خدا از 30 ساله عرق خوری و زناکاری تو میگذرد. در یک لحظه، در یک جمله که تو به سوی پروردگار میگوی خدایا توبه کردم، اگر توبه تو توبه صدق باشد، توبه باز رجوع به سوی این گناه نداشته باشد، خدا همه گناه تو را میبخشد. برای من اگر برادرایی که در این جمعیت ما اشتراک دارین، اگر کدام تو دستی به زنا زده باشی، اگر کدام تو دستی به عرق زده باشی، کدام تو یک گناهی را مرتکب شده باشی، زمان تو آمدی پشیمان شدی نماز میخوانی، تصور کن که تو مثل کودکی که از مادر به دنیا آمده است، مثل انمون هستی. بی پروا باش دادر، غمگین نباش که الله کل گناه تو را بخشیده. اگرچند امروز بعضی از برادرای ما و شما زبان طعنه دارن که یکدیگر شو طعنه میکنن. تا دیر روزتی کوی بدی، تا دیر روزتی چیکار میکردی؟ اگر خود همون انسانی که طعنه زننده است تاریخ حیات او را اگر ورق زنی، باور کنین دادرای عزیز، از تاریخ این دیده تاریخ او سیاه‌تر است. ما حق نداریم. تا دیروز حضرت عمر خنجر کشیدگی برای هلاک کردن محمد راها میکافت، لیکن خدا هدایتش کرد. امروز ما میگم عمر رضی الله تعالی عنه. توبه کنید، خدا توبه شما را قبول میکند. توبه در دین اسلام بسیار توبه آسان است، به یک جمله الله میبخشد. این آیین زردشتی نیست که شما را مجبور سازن که به پیشاب آب، به پیشاب گاو غسل کن و یک پیاله از پیشاب گاو بنوش، بعد تو را خدا میبخشد. این آیین اسلام به یک جمله تو را میبخشد. اگرچند امروز بعضی دادرای ما هم یک عقیده نادرست اختیار کردن که کسی اگر توبه از گناه کنند پیش مزارا میبرند. دادرای عزیز، این نادرست است. پیش یگان قبر نرویم، پیش یگان بزرگوار رفته و در پیش او توبه نکنین. شما در این قدم هاتون در پیشگاه خدا گناهگار میشوید. شما تنها در خانه، حتی در نزد هیچ کس نباشد، به سوی خدا توبه که الله تو را میبخشد. حاجت به هیچ جا رفتن ندارد. دعا کنیم که خدای مهربان زبانهای ما و شما را به کلمه توبه همیشه آماده بگرداند و خداوند در این دنیا توبه همه ما بندگانش را قبول بگرداند
و خدای مهربان خاتمه کار همه ما بندگانت را به خیر بگردانی. مهر و محبت ذات خودت، حبیبت، اسلام و قرآنت را در دل ما خدای جایگیر بگردان. گذشتگان ما را خدای رحمت و مغفرت بگردان. بیماری های ما را شفای کامل نصیب بگردان. مسافرهای ما را خدایا صحت و سلامت به مکانهاشان رسانیده با صحت و سلامت به خاندانشان برسان. هر آرزو، امید، طلباتی که در دل این بندگان از خدای ذات تو میداند، اگر نیک باشد خدایا برآورده بگردان. بنده هایی که امروز فرزند طلب هستند خدای فرزندای سالم و صالح نصیب و روزیشان بگردان. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آمین یا رب العالمین. جمعه گذشته اطراف بزرگی های حضرت ابوبکر رضی الله عنه برای شما من صحبت داشتم و باز برای شما وعده هم دادیم که این جمعه آخران از صحبت های این یار اول، این بهترین موجودات و مخلوقات بعد رسول اکرم، شاید این جمعه ما آخران جمعه باشد و فکر میکنم این جمعه های خیلی طولانی که اطراف این مرد خدا من صحبت کردم البته برای شما یک ذخیره پیدا شد. شما الکه اطراف این دوست خدا معلومات اگر همگی اینها به یادتانم که نباشد یک قسم این انشاءالله یاد شما باقی ماند. وقتی که حبیب خدا را حیات مبارکش انجام یافت و چگونه ای که از جمعه گذشته معلومات پیدا کردیم که چه خاندان این رسول اکرم را، چه یاران و چه دوستان او را یک غم و اندوه خیلی وزنین فرا گرفت، حتی که مردم دیگر با زبانشان محمد مرده است گفتن نمی توانستند. پایهای ایشان همگی از حرکت باز ماند. غیرتهای ایشان گویا که ابری که آفتاب فرا میگیرد، غیرتهای ایشان این روز مصیبت رسول اکرم فرا گرفت. ایشان حتی بعضی‌هاش یک روز یا دو روز زبانهاشون کشاده نشد که حتی حرف زنند. و حضرت عمر با این قدر غیرت و جسارت کار کشید و کسی میگوید که محمد مرده است، با این کار تن او را جدا میکنم. مقصد طاقت شنیدن این جمله نداشتند، لیکن حضرت ابوبکر رضی الله عنه با این قدر فضل بزرگی حضرت آمدن، اصحاب دستگیری کردند، با اونها یک روحیه تازه بخشیدند، با اونها بسیار صحبت خوب انجام دادند. و اگر مبادایی که از شما دادرای عزیز سوال کرده شود که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کی غسل داد، ترتیب تکفین و تجهیز ایشان چگونه شد، چگونه، ما در جواب میگوییم جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت علی رضی الله عنه، حضرت عباس همراه فرزندانش فضل، قسم و غلامهای آزاد شده ای که رسول اکرم داشتند، مثل شقران، مثل اوس ابن خولی و اسامه، اینها غسل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم انجام دادند. رسول الله صلی الله علیه و سلم در لباسها شستند، لباسهای را از بدنش جدا نکردند. حضرت عباس همراه فرزندان دو فرزندش
پیکر مبارک پهلو به پهلو میگرداندند. کار ایشان فقط گرداندن پیکر مبارک به این جانب به اون جانب. غلام آزاد شده او اوس با سینه خود پیکر رسول الله را تکیه میگرفت. شکران آب میریخت همراه اسامه و حضرت علی داماد رسول اکرم جسد مبارک میشست. بعد شستن البته علک ابوبکر در خلافت بود، تا جسد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به زیر خاک گذاشتن، علک ابوبکر خلیفه رسول اکرم انتخاب کرده بودند. این حکمت داشت که من حکمتاش جمعه گذشته گفتم. برای چی؟ پیش از به خاک گذاشتن رسول اکرم علک خلیفه را انتخاب کرده بودند. سببهاش جمعه گذشته فهمیدی. ابو طلحه رحمت الله علیه جسد مبارک که حضرت ابوبکر حدیث رسول اکرم آورد که پیغمبرها در کجایی که وفات کنند در همون جای وفاتش قبر او باید کنده شود. این خانه حضرت عایشه مادرمان بود. حضرت ابو طلحه جسد مبارک بیراه کردند. مادرمان عایشه میگوید قسم شب بود که صدای زدن بیل به خاک به گوش من رسید. قسم شب زدن بیل به زمین به گوش من رسید و جسد مبارک در داخل قبر جای کردند. بعد که این پیکر مبارک در زیر خواب دفن کردند، حبیب خدا این گونه محراب داشت. محرابش 3 ستونچه داشت، 3 جای قدم داشت. البته شما تصور کنین که اصحاب پیغمبر همنشین های رسول اکرم 23 سال با حبیب خدا انس گرفته بودند. هیچ وقت جدایی از او را فکر نمی کردند، در فکرشان هم نبود. وقتی وای از اونها جدا شد، برای این اصحاب، برای این همنشین ها بسیار مشکلات را ایجاد کرد. نخست فردا مسلمان ها در مسجد جمع شدند. جانشین پیغمبر ابوبکر صدیق باید بالای محراب براید. میگوید مردم وقتی جمع شدند نگاه کردند که ابوبکر صدیق با تمام حیا و وقار به سوی محراب می آمد. وقتی میگوید حضرت قدم اول در بالای همون قدمگاه اول گذاشت، جسد مبارک لرزه گرفت و حضرت دیگر طاقت قدم دوم ماندن نداشت. لکن به هر حال هم که باشد باید برای مسلمان ها خطبه اول را خوانده دهد، جدایی از پیغمبر را باید خوانده دهد. و ناگاه میگوید قدم دوم گذاشت، لیکن قدم سیوم که جای نشست رسول اکرم بود حضرت دیگر غیرت نکردند، در جای قدم دوم راست ایستادند، به جانب مسلمان ها گشته و گفتند به نام آن پروردگار بخشنده مهربان، درود و رحمت نازل باد بر حبیب او که محمد صلی الله علیه و سلم است. من سردار شما هستم، من والی شما هستم، من خلیفه رسول و در خدمت شما هستم. اگرچنده که من در بین شما ای مسلمان ها، که روایت هست 114,000 مسلمان جمع شده بود، اگرچنده که من در بین شما خلیفه اعلان شدم، حضرت سخنهاش گوش کنید،
معنای او را ندارد که من از شما بهتر هستم. خاکساری ایشان را ببینید. 4 کلمه را یاد میگیریم یا یک حدیث را به طرز خواندن درست و نادرست از خود میکنیم، فکر میکنیم که از ما در آدم بزرگ نیست. حضرت در اصل بهترین انسان بودن، لیکن گفتن اگرچنده که من خلیفه شما هستم، این معنای او را ندارد که من از شما ای مسلمان ها بهتر هستم. شما از من بهتر هستید. خلیفه، سردار، پادشاه اگر کاری نیک کنم مرا کمک کنید، اگر مبادا یگان کاری بد کردم پیش راهی مرا گیرید. سخنرانی حضرت ابوبکر است. اینا با متن عربی است، من برای شما تحلیل کرده ایستادم. اگر مبادایی که از روی قرآن و احادیث رسول اکرم رفتار کردم متابعت شوید، تابع شوید، اطاعتم کنید. لیکن اگر به منزله یک وجب از قرآن و حدیث دور شدم، اطاعت شما در من واجب نیست، من اطاعت نکنید. این خطبه اولین حضرت ابوبکر صدیق در بین تمام این مردم مسلمان بود. حضرت با این قدر وقار، با این قدر شرف ابن جراح همراه حضرت عمر بعد انتخاب خلیفه مسلمان ها در راه نگاه میکنند، در یک سبت در دست حضرت ابوبکر یک مقدار لباس است، بازار می رود. نه اشتر ویا میبرد، نه اطرافش در انسانهایی که ویا حمایه کنند، هیچ کس نیست. حضرت در دستش در یک سبت یک مقدار متاع برای فروختن بازار می رود. حضرت عمر گفتند ابوبکر کجا می روی؟ گفتند برای سودا کردن این متاع می روم. گفتند میدانید تو چی مسئولیت داری؟ حضرت کمی ایستادن، گفتند مرادت از خلیفه هست؟ گفت بله مرادم از خلیفه هست. گفت اگر من در برای خود حجره مخصوص جدا کنم، این زن و فرزند مرا کی نان میدهد؟ حضرت گفتند باش. گفتند ابوبکر گفتند خدا ترا رحمت کند. پس کرد گفتند خانت برو، مصلحت میکنیم از بیت المال برای تو معاش جدا میکنم، لیکن این مسئولیت بلندی هست، تو در خدمت مسلمان ها قایم باش. حضرت از راه بازار گردانیدند. چگونه عادی بودند، پروای مال و ملک نداشتند، هیچ ذخیره هم نمی کردند. فتوحات ایشان، پیروزی های ایشان 2 سال 3 ماه 2 روز، بعض روایت 9 روز، بعض روایت 10 روز کرسی خلافت از زینت بخشیدن، پادشاه بودند 2 سال و 3 ماه گویه. در این 2 سال و 3 ماه حضرت لشکر کشیدن به عراق، لشکر کشیدن به شام، لشکر کشیدن به روم، امپریای بزرگ که یکی فارس یکی روم بود. یکی از اینها را در دوام این 2 سال و 3 ماه حضرت ابوبکر یکی از این امپریاهای بزرگ روم شکست داد. درباره فتوحات او، پیروزی های او دادرای عزیز، امروز با خطهای کریلیکی کتاب ها برآمده است. از همه شما خواهش من این است که این در جمعه گفتن وقتی خیلی زیاد طلب میکنند. به این خاطر شما از کتاب ها فتوحات ایشان، پیروزی هایی که در این دوام 2 سال و 3 ماه برای خدمتی در اسلام کردنش از کتاب ها جستجو کنید، خوانید.
خوانید انشاءالله باز شما را فهمیش تا نسبت ایشان زیادتر می شود، باز اخلاص تا نسبت ایشان بلندتر می شود. وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشتند، یک قسمت این قوم مسلمان مرتد شدند، از دادن زکات پشت گردانیدند، گفتند ما زکات نمیدهیم. جهاد علیه مانعان زکات اعلان کرد. حضرت عمر دیگر یارای پیغمبر نزدش آمدند، گفتند ابوبکر به یک ندادن زکات علیه ایشان جهاد اعلان کردند، آخر اونها کلمه لا اله الا الله میگویند. حضرت ابوبکر گفتند، عمر گفتند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکات فخلوا سبیلهم. خداوند میگوید ای عمر، بس اگر این مسلمان ها توبه کنند، نماز خوانند، از مالشان زکات دادن، این زمان بالای اونها شما هیچ وقت حق ندارید که جهاد اعلان کنید. اینها اگرچه نماز خوانند زکات که نمیدهند، پس قسم به خدا کسی که مانع زکات است و زکات از نماز جدا میکند، علیه و من جهاد اعلان میکنم. حضرت عمر میگوید وقتی من برآمد حضرت ابوبکر گوش می انداختم، یقینا تصدیق کردم که این قانون ابوبکر حق است. مرتد شدند. بازم اینها با مسیلمه کذاب پیوست شدند. مسیلمه کذاب در دوره های رسول اکرم هم حیات بود، دعوای پیغمبری کرده بود، لیکن در دوره حضرت ابوبکر به نهایت قومش زیاد شد. ولی چگونه که در ما و شما در خوجند در آمده بود یک شخص دعوای پیغمبری کرد، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث های مبارک میگوید تا قیامت 40 نفر بعد من دعوای پیغمبری میکند که کل ایشان باطل است. 40 نفر گفتم پیغمبری خدا بعد من دعوای پیغمبری میکند. حتی در دوره رسول اکرم تا ابوبکر قریب 4-5 نفر انسان برآمدگی که دعوای پیغمبری میکردند. یکی از اونها مسیلمه کذاب بود. این قومی که مانع زکات شدند، زکات ندادند، با مسیلمه کذاب پیوست شدند. ابوبکر علیه ایشان جهاد اعلان کرد. اینجا یک قصه قابل تذکر است. وحشی حبشی با کنیت ابو دسمه، این قاتل امیر حمزه بود. وحشی و این وحشی هم امیر حمزه را کشت، یکی از دوستان خدا، یکی از بهترین مسلمان ها، و در آخر حیاتش وقتی ایمان آورد یکی از دشمن های سرسخت اسلام مسیلمه کذاب هم وحشی کشت. ببینید وقتی از امیر حمزه در جنگ بدر که وحشی غلام جبیر ابن مطعم بود، غلام جبیر بود، و این جبیر عمک داشت به نام تعیم. عمک جبیر امیر حمزه در جنگ بدر کشتگی بود، همراه برادر و پدری هند که زن ابو سفیان بود. و این زن ابو سفیان هند و این جبیر که آدمای دولتدار بودن، مشهور بودن، از غم عمکش و این هند از غم پدر و برادرش قصد کردند که قسم بلات عزا که امیر حمزه را در عوض ما میکشیم. و هر روز تردد بود، هر روز تیاری بود. به نهایت جنگ احد شروع شد. جنگ احد جنگی هست که مسلمان ها در این جنگ شکست خوردگی‌اند. 70 تن اصحاب پیغمبر هم در همینجا جان به حق تسلیم کردند. از آن جمله یکی از اونا امیر حمزه بود.
وقتی میگوید وحشی میگوید جبیر بر من گفت، والی من بود، سرداری من بود، گفت آزادی میخواهی که از غلامی آزادت کنم؟ گفتم بله. گفت انا من امیر حمزه را قتل میکنی، از غلامی آزادت میکنم. وحشی میگوید من گفتم یگان شاهد داری؟ یک نفر فریاد زد، شاهد ماند. و وحشی میگوید من که حبشی بودم، سیاه‌پوست بودم، در پرتافتن کار بسیار مهارت بلند داشتم، لیکن این جنگ هایی که مسلمان ها با این مشرکان میکرد برای من میگفت هیچ لذت نداشت. من غلام بودم، هر نفری که اگر دریاب میکرد من همون غلامی ما میکردم. مادام که نام آزادی را که جبیر گرفت من گفتم میلش. وقتی میگوید همراه عسکر این مشرکان میگوید به میدان احد آمدیم و سردار این مشرکان ابو سفیان ابن حرب بود. زنی اوحین در این معرکه جنگم اشتراک کردند. ابو سفیان که از مسلمانان سخت میترسید، جنگ که خودش فریب است، پیشا پیش عسکرها زنها و کودکها را گذاشت. از آن جمله پیش زنها زن خود ابو سفیان انمان هند بود. هند این دختری با یکی از مشرکای مشهور همون مکه بود. هند میگوید، وحشی میگوید که در وقتی که ما به میدان می آمدیم همون کارد من که بسیار جلا میداد، هند گفت، وحشی گفت از تو خرسند میشوم زمانی که با این کارد امیر حمزه را قتل کنی، خرسند میشوم از تو. میگوید وقتی که آمدیم در میدان جنگ، امیر حمزه بسیار شجاعت بلند داشت و پهلوانهای عرب، بزرگها و جسوراش بالای سرشان یک پر اشتر میماندند، به خاطر که شناخته شود که این آدم حربی است و آدم پهلوان مشهور است. وحشی میگوید بر من نشان دادن که انا همون کس امیر حمزه است. من میگوید در پس یک درخت ایستادم، در دستم همون نیزه‌ای که داشتم، منتظر بودم. ایشان دو جانب میگوید جنگ میکرد، هم این جانب میزد هم این جانب میزد. و ناگاه میگوید هیچ و به عقیب هیچ وقت نظر نمیکرد، فقط پیش میرفت. وقتی میگوید یکی از مشرکان را دعوت کردم که و یک کاری کن که به نزدیک من بیاید و یا نزدیک بیا. این مشرک میگوید نزدیک همین امیر حمزه رفتم و او را میگوید دماغش ناراحت کردم، اگر زور باشی نزد من بیا. گفتم امیر حمزه از این حیله اینها درک نداشت. وقتی نزدیک آمد میگوید وحشی، اینا وحشی خودش حکایت دارد، میگوید نیزه را حواله کردم. برابر پرتافتن میگوید این نیزه آمد و در زیر ناف امیر حمزه زد و از جانب پس برآمد. امیر حمزه که خیلی قوت بلند داشت میگوید مرا دید، یک دو قدم به سوی من زد، دیگر قوت نکرد، در زمین افتید. یقین دانستم که دیگر او آب حیات نمیچشد، تمام وفات کرد. وحشی میگوید خرسندی مرا فرا گرفت، به خاطر که من جاهل بودم، نمیدانستم، فقط این قدر میدانستم که من از غلامی آزاد میشوم. در حال میگوید وقتی که مسلمان ها شکست خوردند، اکثر مردم مسلمان هم تلف یافتند، رفتم میگوید حیده گرفتم از جبیر از هند که امیر حمزه کشته شد. لیکن این هند، این نابکار، اونقدر نفرت نسبت مسلمان داشت که بر راست هر مسلمان کشته شده که میگذشت بینی و گوش او را حتمی میبرید و یک حمل داشت، در حمل میگرفت. آمد میگوید بر راست امیر حمزه که امیر حمزه حضرت جسدش در زمین الکی جام شهادت چشیدگی. آنقدر نسبت امیر حمزه نفرت داشت که گوش و بینی و آن چیزی که از اعضای ایشان حتی چشمهاش میگه بیرون برآورد، شکم چاک کرد، میگه جگر، میگه حتی امیر حمزه را میگه گرفت و در دهانش گزید میگوید و او را میگوید گرفت در حمل کرد و در گردنش میگه آویزان کرد. حین
و یک موره خیلی قیمت داشت. وحشی میگوید بر من داد، گفت این ارزش بلند دارد، این حق توست. وحشی میگوید وقتی امیر حمزه کشته شد و روز به روز مسلمان ها نصرت یافتند، دیگر دایره من تنگ میشد. من از غلامی آزاد شدم. وقتی دیدم مکه مکرمه را مسلمان ها فرا میگیرد، راست به طایف سفر کردم. در طایف هم مسلمان ها که زیاد میشد، پس ناچار شدم و به خود نیت کردم که شام میروم یا یمن میروم. چگونه با رسول اکرم، چگونه با مسلمان ها روبرو میشوم زمانی که من امیر حمزه را قتل کردم. لیکن میگوید یک آدم ناصح خوب میگوید روبرو شد، بر من گفت امیر حمزه، حبیب خدا آنقدر اخلاق حمیده دارد که اگر تو مسلمان شوی وای از خون تو میگذرد. وحشی میگوید این سخن شنیدم، با یک خجالت با یک غم میگوید به مدینه آمدم پرسان کردم محمد کجاست؟ گفتن در مسجد است. ببینین خیلی اینجا غیرتی کلان در کار. وقتی آمدم میگه رسول اکرم سر در سکوت بودن، راست ایشان در راست شدم و بی از آنه که چیزی گویم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله گفتم. وقتی این جمله را تکرار کردم، حبیب خدا سر مبارک برداشت، نگاه کرد، گو وحشی هستی؟ گفتم بله وحشی هستم. حبیب خدا میگوید بر من نگاه کرد و گفت حکایه کن امیر حمزه را چگونه قتل کردی. میگوید یکایک آنچه که گذشته بود همش بر رسول اکرم حکایه کردم. رسول الله میگوید از خون من گذشت، مرا همچون مسلمان قبول کرد. لیکن گفت وحشی گفت به تو یک سپارش دارم، هیچگاه گفت در من روبرو نشو که غم امیر حمزه مرا فرا میگیرد. من تو را روبرو نبینم. گفت این وحشی میگوید تا آخر وفات رسول اکرم صحبت ها دا که می آمدم می نشستم، پس مسلمان ها دا پنهان می شدم تا که چهره رسول اکرم بر روی من نزند، تا که رسول الله را غم نگیرد. این چونین وقتی که هجوم به مسیلمه کذاب شد، وحشی می گوید یگانه برای خود مراد کردم که یکی از بهترین مسلمان ها را قتل کردم، یگانه نجات من در این است که مسیلمه کذابم قتل کنم. و آمدم میگوید با همراهی این لشکر ابوبکر نزدیک مسیلمه کذاب آمدم. نگاه کردم که مسیلمه کذاب بسیار بدبخت بود. بازم این که دعوای پیغمبری میکرد، میگوید یکی از صحابه های پیغمبر که حبیب ابن زید بود، از مدینه بود، در یمن بود، میگوید خواست که به مدینه آید. به مسیلمه کذاب خبر دادن که انا همین حبیب ابن زید همنشین پیغمبر است. مسیلمه گفت نزد من بیارینش. گفت وقتی میگوید نزد مسیلمه آوردنش، گفت ای حبیب آیا تو باور میکنی که من پیغمبر هستم؟ حبیب به سوی مسیلمه اشاره کرد که نمیشنوم. مسیلمه دویم بار گفت آیا تو باوری داری که محمد پیغمبر است؟ حبیب گفت حقا که محمد پیغمبر است. مسیلمه گفت سخن اوله که من برای پیغمبری خود پیشنهاد کردم نشنیدی؟ دویم چیزی که گفتم تو شنیدی؟ مسیلمه ناراحت شد، در حال فرمان داد که با طریق وزنین ترین وی قتل کنید. میگه دست و پاشا بریدند، دست ها بریدند، نگشت، پایهاشا بریدند، از دین محمد نگشت. عاقبت گفتن اکن برین سرنگون در آتش پرتاینش. در آتش پرتافتن. صاحبای کتاب میگویند که وی تن با این مرگ داد ولیکن تن به کفر نداد. دوستای خدا را ببینید در چه حالت ها حمایه از دینشان میکردند، حمایه از پیغمبرشان میکردند. انا همین مسیلمه کذاب
وحشی میگوید من چیکار کردم؟ وقتی با او روبرو شدم نزدیک آمدم، همراه من میگوید یک برادر انصاری هم بود و هم کوشش داشت که مسیلمه را قتل کند. لیکن وحشی میگوید من گمان اکثرم این است که آن تیری که من پرتافتم تیری من به وی رسید. اگرچند که این برادر گفتند که تیری من بود، لیکن وحشی میگوید من گمان دارم که آن تیری که در شکم مسیلمه زد این نیزه من بود. وحشی میگوید در آخر این حیاتش بچه گفت از خدا امید دارم که با سبب این شهادت آوردگی و با این قتل مسیلمه کذاب در نزد پروردگارم درجات می‌یابم. این از پیروزی های حضرت ابوبکر رضی الله عنه هست. دم آخر ایشان چگونه بود؟ وقتی که 2 سال و 3 ماه حضرت کرسی خلافت انجام دادند، بعداً حضرت بیمار شدند. حضرت عایشه میگوید پدرم ابوبکر 15 روز بالای بستر بودند. تا 15 روز تیر مرگ علکه در جسد ایشان به نشان گرفتگی بود و هر روز مسلمان ها چگونه ای که در رسول اکرم غم و اندوه فرا گرفته بود، در حضرت ابوبکر هم اونها را غم و اندوه فرا گرفته بود و هر روز برای اونها می آمد برای ما نصیحت کن، ایشان برای اونها نصیحت میکرد. بناگاه میگه روزها وقتی که نزدیک میشد اصحاب آمدن گفتن ابوبکر یگان طبیب بیارین. گفت طبیب آمد، مرادش از خدا بود. طبیب آمد. طبیب چی گفت؟ فعال لما یرید. طبیب گفت میکنم آن چیزی را که میخواهم. الله هر چیزی که خواهد همون میشود. قریب به مرگش حضرت عایشه را نصیحت کردند. حضرت سلمان میگوید قریبی های مرگش به داخل شدم، گفتم ابوبکر برای من نصیحت کن. گفت همیشه از خدا بترس و در 5 وقت نماز همیشه قائم باش. ببینید تاکید، ببینید آن چیزی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در دم آخر برای اصحابش وصیت کرده بود، همون سخنهای جناب رسول اکرم ابوبکر حکایه کردند. از خدا بترسین، 5 وقت نماز همیشه قائم نگه دارید. حضرت سلمان میگوید از ابوبکر همین گرفتم. دم آخر حضرت عایشه میگوید مرا فریاد زد، گفت در همین لباس هایی که داشتم با همین لباس ها مرا در گور جای کنید. برای کفن نو، برای لباس نو آدمای زنده محتاج هستند. کفن نو و لباس نو برای آدمای زنده گذارید. مرا با همین لباس خودم در قبر جای کنید. اینجا یک مسئله میگذرد. آدمای زنده به لباس نو احتیاج دارند. دادرای عزیز، احترام پدر و مادر قبر او را گچکاری و قبر او را گنبد گذاشتن نیست. احترام پدر و مادر این است که در دنیا در حال حیاتشان دعای نیک ایشان را بگیرید. به قبر او را زینت دادن، به قبر او را زیبا کردن، اینجا خدمت فرزندی حاصل نمی شود و این در نزد اسلام همچون گناه به حساب می رود. زیرا که آن اسباب انجامی که زنده ها به او احتیاج دارند تو در جای صرف میکنی که وای تماما به این احتیاج ندارد. حضرت در همان لباس خودش زیر خاک کردند. حضرت عمر جنازه ایشان خواند با همراه حضرت عثمان و حضرت علی و دیگر صحابه ها و در لحد جای کردند. و همه حاجی ها می دانند که ابوبکر رضی الله عنه در پهلوی راست رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قبر ایشان است. در سین 63 سالگی، چگونه ای که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم 63 ساله گذشتند، ابوبکر هم در سین سال 63 سالگی از دنیا گذشتند. ان لله و انا الیه راجعون. خدا از
این بنده محبوب خود ابوبکر راضی باشد و خدای مهربان خواهان هستم که تمام ما بندگانش را پیرو رسول اکرم، پیرو ابوبکر صدیق بگرداند و آن جانگدازی ها و آن مهنت و آن زحمت هایی که حضرت در اسلام کشیدند، خداوند ما را هم این چنین غیرت و این چنین توفیق نصیب بگرداند. و همه شما آگاه هستین که این قصه هایی که من چند جمعه یادم نیست، شاید 5 باشد، شاید 6 جمعه باشد، من برای شما گفته گذاشتم. اولا این به خاطر اوست که شما با این دوست خدا شناسایی پیدا کنید. دوم به خاطر او هست که امروز در عالم کسانی وجود دارند که نسبت ابوبکر دشمن هستند، نسبت ابوبکر بدزبانی دارند، نسبت ابوبکر تحقیر دارند. حکایه می گذرد که بعد دوران ابوبکر و بعد گذشتن عمر شخصان پیدا شدند در یک سفری که ابوبکر و عمر را تحقیر کردند. دیگر شخصیت ها اونجا نشسته بودند، گفتند ای انسان ها زبانتان پیش گیرید تا عذاب خدا بالای شما نآید. میگوید وقتی این انسانی که تحقیر آغاز کرده بود برای قضای حاجت از این مردم جدا شد، یک زمان نشسته بودیم که داد دوایش از همون محل می آمد. رفته نگاه کردیم یک گروه زنبور زیاد بالای سر ایشان حمله دارد و نیش می زدند. یقینا فهمیدیم که این انسان، این دفاع پروردگار از محبوبان خود است، از اولیاهای خود است. با این گونه دوستای خودش دفاع میکرد خداوند. و این خاطر دادرای عزیز، من به شما یک پیشنهادم همین است که نگذاریم که در این جامعه آباد ما، در این جامعه آرام ما گروه های پیدا شوند که این دوست خدا را، این شخصیت معروف و مشهور را تحقیر کنند، اینا بدزبانی کنند. من به خدا قسم میتونم که یک 5 جمعه دیگر با در اطراف ابوبکر با شما صحبت داشته باشم. من همه آن چیزی که از حیات ایشان بود برای شما پره رسانیده نتوانستم، لیکن به هر حالم که باشد این کفایت میکند. باز میگویم به خاطر آرامی، به خاطر که فهمیش شما بیدار شود که آن کسانی که نسبت ایشان دشمنی میورزند اونها آرامی ما را نمیخواهند، اونها در اسلام ما سهم ندارند، درجه ندارند. شما آگاه باشید، کاری کنید که اگر این گونه شخص ها را شناسید رفته رسانید که آن چیزی که ما از شما شنیده بودیم همگیش بهتان بود است و دروغ بود است. دادرای عزیز و گرامی، آرامی بسیار نعمت کلان است. به خدا قسم حبیب خدا میگوید 2 نعمتی هست که بعد زوال به قدر او میرسید. یکی تن صحت است، دیگرش آرامی هست. الان تن صحت شماست که قدم زنان به مسجد می آیید، تن صحت شماست که با یار و رفیقتان هم نشینیم، تن صحت شماست که با کودکاتون سیر و سیاحت داریم. این نعمت است و این آرامی هست که امروز الحمدلله مسجدهای ما و شما کشادند. این آرامی است که مدرسه های ما و شما کشادند. این آرامی است که من با صدای بلند امروز با این میکروفون دفاع از قرآن و دفاع از اسلام میکنم. همه این به خاطر آرامی است. کوشش کنید دادرای عزیز، گروه بازی ها زیاد است، هر گونه جریان های زیاد در ما و شما میخواهند یک ناآرامی، یک نافهمی در بین ما ایجاد کنند. لیکن من عقیده خودم را برای همه شما بیان کردم. امروز وظیفه هر کدام ما و شما انا همین است که برای هر یک دقیقه ناآرامی این تاجیکستان ما باید سعی کننده باشیم، کوشش کننده باشیم، نگذاریم که تاجیکستان ما را ناآرام کنند. رسول اکرم وقتی از مکه برآمد، ببین مکه پر مشرک بود، لیکن وقتی از مکه برآمد و به سوی مدینه می آمد چی گفت؟ ای مکه مکرمه، به سوی شهر خودش، به جایی که تولد شده بود، به جایی که حیاتش در اونجا سپری شده بود، از همه دنیا برای من محبوب تر تو هستی گفت. مکه مکرمه را
از همه دنیا، ببین اون زمان دنیا وجود داشت، از همه شهرهای زیبا گفت برای من تو زیباتر هستی، تو محبوبتر هستی گفت. لیکن من به تو خداحافظی نمی کنم، روز از روزا من باز نزد تو می آیم. حضرت با شهر خودش پناه به خدا کردن. شهر خودش با این سخنهاش چیکار کردن؟ سخنرانی کردن تا که برای ما و شما مردمم فهما شود که وطن دوست داشتنم این نشانه ایمانداری ما و شماست. وطن ما نباید دوست داریم، وطن ما حمایت کنیم. همیشه به خدا قسم، من این از صدق دل میگویم، من این از آن چیزی که از کتاب ها مشاهده کردم به خاطر انا همون میگویم که در نمازهاتون حتی به دعا باشید که خداوند در این ملک ما همیشه صلح باشد، همیشه آرامی باشد. این صلح است که برادرای ما از باختر می آیند، برادرای ما از تاجیک آباد می آیند، برادرای ما از ریگر می آیند. یک گروه برادرای ما الحال در این مسجد از خوجند آمدند. همه این سبب آرامی است، همه این سبب آرامی است برادرای عزیز و گرامی. آرامی بسیار نعمت گران است. حتی شما اگر آرامی باشد به خاطر جمع خدا را عبادت میکنید. حضرت سعدی میگوید علم را هرگز نیابی تا نباشد 6 خصال. بین آدم عالم نمی شود تا زمانی که اگر 6 چیز نداشته باشد. چیست؟ حرص وافر، فهم کامل. حرص همیشه گرسنه علم باشی، فهم کامل. آن چیزی که میخوانی فهمی که چی خوانده ایستاده ای، فهم کامل. سیومش چیست؟ جمع خاطر کلی حال. جمع خاطر باشد. اگر خاطر ما جمع نباشد، اگر در ملک ما و شما ناآرامی ها و بدبختی ها سر زند، پس ما عبادت از تحت دل کردن نمیتونیم. باور کنین ما و شما یک زمان نگذشته بود گذرانیدیم، لیکن در ما آنقدر دهشتی که در دیگر موضع ها بود در ما آنقدر دهشت نبود. لیکن بازم این نه لذتی در عبادت داشتیم، نه لذتی در طعام داشتیم. حتی طعام باور که لذت نداشت، برای که خاطر ما مشوش بود، برای خاطر ما پریشان بود. به این خاطر دادرای عزیز از هر گونه راه ها ما و شما احتیاط کنیم. امروز هر گروه میخواهد که خودش در بین ما جای کند و آن چیزی مقصد غرضناکی که دارد باید در بین ما ایجاد کند و یکدیگر ما و شما بد بینیم، عاقبت بازید یکدیگر خسته یکدیگر مون خونشار کنیم. احتیاط کنید دادرای عزیز. امروز تاجیکستان ما الحمدلله که خیلی بهبودی های زیاد دارد، از حساب پند و نصیحت ها هست و من عقیده ما به همه شما بیان کردم که برادرای عزیز همت خدمت کنید در دین، همت کوشش در دین کنید. لیکن امروز در تاجیکستان ما یگانه مذهبی که ما را اتفاق میکند و مذهبی که ما را پراکندگی نمیماند، این مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه است. دادرای عزیز از مذهب ما بیرون نشویم. آنچه که در مذهب ما است مذهب قبول داشته باشید. دادرای عزیز صاحب مذهب گوش کنید. ابو حنیفه چی میگوید؟ اذا صح الحدیث فهو مذهبی. حدیث صحیح مذهب من است، قرآن مذهب من است. مذهب گفته چی را میگوید؟ کسی رویشی به قرآن دارد، رویشی به سنت های پیغمبر دارد، وای چیز؟ وای پیروی مذهب است. از این خاطر راه مذهب پیش گرفتن این راهی ضلالت نیست، این راهی نادرست نیست. فکر میکنم انشاءالله برای همه ما و شما این سخنها باید یک تأثیر خودش داشته باشد و هر یک بیانی که من میکنم باید به ما و شما یک بهبودی پیش بیارد. دادرای عزیز بسیار کوشش کنید. ولی در حالتی که یک سخن یک آدم گوش میکنی برای تو بسیار خوب میآید، لیکن اندیشه عاقبت چه کنید؟ برای یک مسئله جزئی که در بین ما و شما اختلاف و پراکندگی را برپا میکند، به مسئله جزئی هیچ وقت دست نزنید. ما فقط میترسیم از آن عملهایی که شرکیات هستند.
یگانه عملی را که خداوند نمی بخشد این شرک است. شرک الله نمی بخشد. دیگر هر یک چیزی که هست، هر یک گناهی که از ما می شود، اگر قصدا نکنیم از روی نافهمی ما باشد، الله همگیش می بخشد. خدا همه شما را در حفظ امانش نگه دارد و از خداوند خواهان او هستم که همیشه در این ملک ما آرامی و آسودگی برقرار و بردوام باشد و هر کسی که این آرامی ما را نمی خواهد، این همبستگی ما را نمی خواهد، خداوند باید هیچ وقت به این مقصد ناپاکش موفق نگرداند و در دل همه ما بندگانت